سلام، امروز اومدم با آموزش این کمپوت خوشرنگ و خوشمزه که واقعا تو این هوای گرم میچسبه. خیلی آسون آماده میشه، فقط چند تا نکته داره که اگه به همین روش درستش کنید میتونید یه کمپوت خوشمزه حتی بهتر و با کیفیت تر از بازاریش درست کنید. با این روش هم تا 1 سال تو یخچال ماندگاری داره. اول از همه گیلاس ها رو باید قشنگ بشوریمش. من فصل گیلاس که میشه خیلی کمپوت درست میکنم. میزان گیلاس من زیاده ولی شما میتونید هر اندازه‌ای که گیلاس دارید کمپوت درست کنید. 1 بار روش آب میریزم تا برگه و آشغالای اضافهش ازش جدا شه و دوباره میشورمش تا جایی که تمیز بشه و آشغالی روش نمونه. خوب که شستمش و آب کشش کردم، دم گیلاس رو باید بچینم به این شکلی که میبینید. سعی کنید از گیلاس‌های با کیفیت استفاده کنید تا کمپوتتون هم عالی در بیاد و نباید بیش از حد پخته و له شده باشه. گیلاس‌ها رو روی نمگیر تمیز پخششون میکنم تا آب اضافیش کشیده بشه. برای شربت کمپوت من طبق ذائقه خودم شربتش رو توی پارچ آماده میکنم و میریزم توی شیشه، یا اینکه به ازای هر 1 لیوان فرانسوی 2 الی 3 قاشق غذاخوری شکر بریزید. من تقریبا توی این پارچ از 10 قاشق غذاخوری شکر استفاده کردم. بعد بهش آب جوش اضافه میکنم. باید حتما از آب جوش استفاده کنید یا آب جوشیده سرد شده تا شکر و آب مخلوط بشه. میتونید از کمی گلاب یا کمی وانیل هم برای طعم بهترش استفاده کنید. شیشه هایی که برای کمپوت میخواین استفاده کنید باید کاملا سالم و تمیز باشه و همینطور درهای شیشه کمپوت باید تمیز و بدون زنگ زدگی باشه وگرنه باعث خراب شدن کمپوت شما میشه. گیلاس ها رو تا نیمه توی ظرف میریزم. شما میتونید شیشه ها رو پر بکنید. من ترجیح میدم آب میوه‌اش بیشتر باشه. تمامی شیشه ها رو به همین روش گیلاس ها رو توش میچینم. خب شربتی که آماده کرده بودیم رو داخل شیشه های کمپوت پر میکنم. میتونید به جای شکر چند تا رو با نبات هم شیرین کنید که باعث گرفتن سریع کمپوت میشه.
به ازای هر لیوان میتونید از 1 الی 2 تا شاخ نبات استفاده کنید. نبات ها رو کاملا توی آب جوش حل کنید. حتما چک کنید که درب شیشه‌هاتون سالم باشه تا کمپوت‌ها خراب نشن. میتونید مثل من از این درب بانک‌هایی که تمام پلاستیک فروشی‌ها دارن تهیه کنید تا خیالتون از بابتش راحت باشه. شیشه ها رو کاملا پر کنید و دربشون رو محکم ببندید تا حین پختن هوا واردش نشه و به درستی کنسرو بشه. کف قابلمه من یه پارچه گذاشتم تا حین جوش خوردن شیشه ها آسیب نبینه. شیشه ها رو تا جایی که جا داره درونش قرار میدم و به مدت 20 دقیقه از زمانی که آب به جوش میاد میذارم تا کنسرو بشن. آب رو تا نیمه شیشه ها بریزید تا وقتی جوش میخوره سرازیر نشه. بعد از 20 دقیقه شیشه ها رو به آرومی از قابلمه خارج کنید. وقتی کمی خنک شد به صورت وارونه کنید تا درب‌های شیشه کاملا پلم بشن یا اگر نشتی داشت مشخص بشه. بذارید به همین شکل کاملا سرد بشه. بعد از سرد شدن باید درون یخچال قرار بدید. با این روش تا 1 سال توی یخچال ماندگاری داره، ولی بعد از باز شدن کمپوت تا 3-4 روز بیشتر نگه ندارید و زود مصرفش کنید. بفرمایید. اینم از کمپوت گیلاس خوشمزه من. امیدوارم از این آموزش من خوشتون اومده باشه. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودی.